ببین اینکه یکی بده که مادر جنده خیلی سبک‌تری تا اینکه خود دو دستای خودت اثبات کنی مادر جنده است. خب دیگه یوتیوب خودت جلوتو گرفته، نذار بیشتر از این مادرتو جنده کنی. الان میای میگی نخوندم، بعد دو خط پایین‌تر جواب میدی، یا میای اکولایزر میزنی رو این وایس رو خودم میدی. این قدسکی رو مادر خودت نوکره، بعد وقت با یه اکانت به اسم نوکر مادرت میای به من فوش میدی. پدرت خودت کارگره، بعد من میگی پدرت کارگره کیندو دستاش. خودت اثبات می‌کنی مادر جنده است، اون وقت میای به بقیه میگی. الان امیری به اون حسین و امیر افغانی میگی واسه پست بذارن مادرت که خودت هم قبول داری جنده است، پس میرم سراغ خواهر کوچیکت. مثلا به همون روش خود چلارمی میگامت که پست بدی یا هر ویدیویی خواهر رو کیرمه کامل بدی خواهر 2 برابر رو کیرمه، اگه نقص کنی 3 برابر خواهر رو کیرمه. اگه من یوتیوب رو باز کنم ببینم از چنل تو یه پستی واسم اومده مادر جنده است، ننتم رو کیرم، بعد قانون بذاری کنمون ننت کلم از تو گوش به من برسه 10 برابر که تو ننت. دقیق و منفی هم نداریم کنیم اصلا ننت جنده است. اگه هر قانونی بذاری آینه رو داری بگی این فوشو برعکس میکنم، تمام هر فعالیتی علیه من تو چنل یعنی مادر جنده به توان 2.